سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. سالگرد قتل باقر، سرکشترین لیدر غیر رسمی بدخشان. 104 زن و کودک تاجیک را از سوریه به وطن آوردند. بازداشت رئیس کمیته زمین نویه رشت برای گرفتن پاره. استاد کلام به تصرف 616,000 سامانی از ساختمان 5 مکتب عیبدار می شود. در ترکش گاز در بازار 5 28 کس زخمی شد. احوال 8 نفر وزنین است. مرگ 2 کودک 7 ساله و 1 جوان زن در 3 صدمه در راههای تاجیکستان. و اکنون تفصیلات خبرها. 1 سال پیش نیمه دوم روز 22 ماه سال 2022 محمد باقرov معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی از همه پرنفوذ در ولایت مختار کوهستان بدخشان به طور مرموز در محله بوین شهر خوروغ کشته شد. طرفدارانش مطمئنند که او را نیروهای ویژه هدفمندانه از بین بردند، ولی مقامات کنون دست داشتن خود در قتل این لیدر سرکش را اعتراف نکردند و به این فرضیه اصرار می‌ورزند که گویا باقر در جریان یک اختلاف داخلی بین سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی بدخشان کشته شده است. تا کشته شدن باقر چندین پیشنهاد به مقامات سپردن خودش و طرفدارانش را رد کرده گفته بود که در مسئله حمایت از مختاریت بدخشان یک قدم عقب نخواهد نشست. کشته شدن باقر در 1 سال پیش جریان پاره تحت نظارت مقامات دولتی تاجیکستان قرار گرفتن شهر خوروغ را تیزانید و در بین چند روز بعد مرگ باقر مقامات توانستند باقی لیدرهای غیر رسمی بدخشان را یا از بین بردند یا دستگیر کنند و با همین به موج اعتراضات در این ولایت مختار نقطه گذارند. مقامات با همین تا امروز درباره چگونه و از جانب که کشته شدن باقر یگان تفصیلات دیگر ندادند، ولی ژورنالیستان بدخشانی انوره سرکارova و رستم جانی که اساسا حوادث بدخشان را پیگیری میکنند در صفحه هایشان در فیسبوک با استناد به شاهدان عین برخی تفصیلات چگونه کشته شدن باقر را نشر کردند. بنا به اطلاع آنها باقر که روزهای اخیر تحت فشار شدید قرار داشت و به دلیل تعدید هدف دائمی سنایپر را قرار داشتنش قریب از خانه بیرون نمیبرآمد. نیمه دوم روز یکشنبه عزم کرده است که کمی در کوچه ها سیر و گشت کند. رستم جانی می نویسد 22 می نزدیک به ساعت 17:00 گفته است میخواهد در هوای تازه بگردد. خانه به زندان او تبدیل یافته است. از این شیوه زندگی خسته شده است. مردم نیز گرفتار وضع او هستند. او به اصرار و زاری و تولای جانبداران که ضد بیرون آمدن او بودند اهمیت نمیدهد و میگوید میخواهد تنها در کوچه های کودکیش سیر و گشت کند. هیچ کس از پایش نآید. او پیاده از خانه‌اش که در محله برخورق واقع است بیرون میآید و شروع به سیر خود میکند. سینا از همراه‌های دائمیش مخفیانه از پیش میرود. چون محمد باقر به مکان بوین میرسد، یک پیکاپ که نیروهای زودعمل حکومت به آن میگردند یک باره پیدا میشود. از داخل آن 4 سرباز سیاه‌پوش بیرون شده از 4 автомат بدون تأخیر و آگاهی باقر را تیرباران میکنند. خورشید از ساکنان این محل این وضع را میبیند و میخواهد با تن خود محمد باقر را پوشاند. سربازان او را میپرانند. این وقت سینا هم به امداد میرسد، اما مقابل سربازان مسلح با دست خالی چی میکرد؟ قاتلان به ماشین سوار شده از جای حادثه غیب میزنند. جسد محمد باقر و مردم بعد رفتن قاتلان گرفته به خانه‌اش میبرند. باقر فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین بود. بعد امضای سازشنامه سال 1997 فرمانده قسم مرزبانی در مرز با خطای تعیین شده رتبه پلکوف گرفت، ولی او بعد چندین سال فرماندهی از خدمت حربی کنار رفت و سالهای آخر یکی از پرنفوذترین لیدرهای غیر رسمی بدخشان به حساب میرفت. مقامات باقر و رهبر و سرپرست اساسی اعتراضهای اخیر در خوروغ میدونستند و چندین ماه باز تلاش داشتند که او را دستگیر کنند. باقر را روز 23 ماه سال 2022 به خاک سپاریدند. خلیفه اسماعیلی مظفر دولتمیروف را که مراسم دفن باقر و دیگر لیدرهای کشته شده را دایر کرده بود بعدم بازداشت و به 5 سال زندان محکوم کردند. رئیس سابق اداره ژکخ شهر خوروغ طاهر عبدالبیکوف که آش خدایی باقر را داده بود نیز ماه نوامبر سال 2022 بازداشت و به 6.5 سال زندان محکوم شد. در عموم سال 2022
در جریان سرکوب اعتراضهای بدخشان بیش از 30 نفر کشته شده و بیش از 200 تن دیگر بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. مرکز رابطه با جامعه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت رئیس کمیته زمین نویه رشت علیمردان جباروف با اتهام غیر قانونی فروختن قطعه‌های زمین و گرفتن و دادن پوره خبر داد. در گزارشی که شام 20 مای سال 2023 در برنامه اخبار در تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد، گفته می شود که جباروف علیمردان سایغفرانویچ سال تولدش 1988 زاده و ساکن دهه صوفیان جماعت به نام باقی رحیمزاده نویه رشت با سوء استفاده از مقام و باوری شهروندان به خرید و فروش غیر قانونی قطعه‌های زمین دست زده است. بارای قلابی و با میانروی جباروف علیمردان تنها در 4 ماه اول سال 2023 از ساکنان نویه رشت شایف اکرام، نظیروف شیرالی، یوروف رحیم جان، حسینوف رحیم جان، مردانوف جانیبک، بیکوف ارشاد، سلاموف امریدین، محمدوف دلشاد، حمیدوف نعیم جان، سیمویدینوف قابل جان و دیگران غیر قانونی قطعه‌های زمین ابلگی جدا گردیده به رسمیت درآورده شدند. گفته می شود در گزارش کمیته امنیت ملی خود علیمردان جباروف در این گزارش دست داشتنش در فروش زمین ها را اعتراف کرده و از جمله گفت با هر کدام از این ساکنان نویه رشت برای جدا کردن قطعه‌های زمین ابلگی به مبلغ 2000 سومانی مصلحت میکردم. مثلا برای یوروف رحیم جان برای وابسته کردن قطعه زمین از جماعت نصرت الله مقسوم، سلاموف امریدین از جماعت قلعه سرخ، بیکوف ارشاد ساکن جماعت جفر و دیگران من در عوض 2000 سومانی امضای رحیم جان مقیمی رو می گرفتم. رحیم جان مقیمی فعلا رئیس نویه رشت است. ماه ینور سال جاری خود مقیمی در چارچوب پرونده فروش منصب رئیس شعبه معارف این نویه دستگیر شده بود، ولی در نهایت بعد دخالت پشتیبان‌های پرنفوذش از بالا مسئولیت منصب فروشی را به گردن رئیس دستگاهش خال محمد ارتقوف گذرانده خود رئیس نویه را در آن پرونده پرسر و صدا به شاهد تبدیل دادند. دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی گفت بعد آشکار شدن اعمال غیر قانونیش علیمردان جباروف خواست با پیشنهاد پوره به کارمندان امنیت خود را از جوابگری خلاص کند، ولی به مقصد ناپاکش رسیده نتوانست. 8 مای سال 2023 علیمردان جباروف هنگام کوشش دادن پوره به مبلغ 30,000 سومانی با دلیل‌های شیعی دستگیر شده است. به ضد رئیس هم‌اکنون سابق کمیته زمین نویه رشت بر اساس 2 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان 320 دادن پوره و 323 ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی گشودند و او برای ساختکاری خدمتی همچون جزا یا جریمه تا 2 سال زندان و برای دادن پوره تا 10 سال زندان تهدید میکند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری جنایتی خلاص می‌شوند و یا مثل رئیس نویه رشت با کمک پشتیبان‌های پرنفوذ خود پرونده را چنان تاب می‌دهند که منصبدار پوره‌خوار را سرانجام می‌توانند به شاهد تبدیل دهند و حتی همچون جبر دیده هم جلوه دهند. مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان روز 21 مای سال 2023 در یک اطلاعیه خبر داد که روز 20 مای در پی ترکش بالون گاز در بازار مرکزی نویه 5 ولایت ختلان 28 نفر زخمی شده در بیمارخانه مرکزی این نویه بستری گردیدند. عین حال 8 نفر در شعبه نجات با حالت وزنین بستری می باشند. گفته می شود در اطلاعیه وزارت این یادم چنین خبر داد که با دستور وزیر تندرستی یک هیئت عبارت از متخصصان ارشد این وزارت تحت رهبری معاون وزیر عبدالخالق امیرزاده برای تبابت آسیب دیدگان این حادثه به نویه 5 سفربر کرده شدند. وزارت تندرستی گفت بیمارخانه مرکزی نویه 5 با مواد داروواری، بندوبست و خون پوره تامین کرده شده برای تشخیص و تبابت آسیب دیدگان تمام شرایط مهیا کرده شده است. وضع سلامتی آسیب دیدگان این حادثه تحت نظارت قطعی طبیبان مخصوصا رهبری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت قرار دارد. تاکید شده است در اطلاعیه وزارت. بنا به خبرها نزدیک نصف روزی 20 مای در یک آشخانه پیرشکی فروشی در بازار نویه 5 ترکش به عمل آمد. رسانه‌ها درباره آسیب دیدن بیش از 20 نفر
در این حادثه خبر داده بودند. گفته میشد ترکش زمانی رخ داده است که چند نفر در داخل آشخانه تناول میکردند و رهگذران از شفت دکان میگذشتند. اما وزارت کارهای داخلی شام 20 می در اطلاعش تنها جراحت برداشتن صاحب دکان و 2 نفر دیگر را تصدیق کرده نوشت. 20 می سال 2023 تخمینا ساعت 11:30 در نقطه خوراک‌های تستیار واقع در نوع 5 جماعت شهرک 5 کوچه اکرامی که به شهروند حیدروف حکیم سال تولدش 1958 ساکن امین نوع تعلق دارد، در نتیجه رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام پر نمودن بالون گاز مایع سوخت به عمل آمده است. در نتیجه خود صاحبکار دکان و 2 نفر شهروند جراحت گوناگون برداشتند. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. این یگانه مورد آسیب دیدن شهروندان در تاجیکستان بر اثر ترکش گاز نیست. بازار نوع 5 قبلا 2 دفعه دچار سوختار هم شده بود. در یک مورد شب 2 ینور سال 2021 طور تفتیشات معین کرد یک ساکن این نوعیه از غایت رشک به همسرش دکانی را که او کار میکرد قصداً آتش زده است و دامنه آتش 14 دکان دیگر را در اطراف نیز فرا گرفت. بار دوم بازار 5 ساعت 3 شب 18 فوریه سال 2023 به کامی آتش رفت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. 21 می سال 2023 گروه دوم شهروندان جمهوری تاجیکستان عبارت از 104 عضو 29 عائله با شمول زنان، نورسان و طفلان خردسال توسط پرواز مخصوص با هواپیمای شرکت سوریگی شام وینگز از جمهوری عربی سوریه به وطن برگردانده شدند. همراه با 104 شهروند تاجیکستان در این هواپیما 5 شهروند قزاقستان نیز از سوریه آورده شدند. آنها را در دوشنبه برای انتقال به وطنشان به مقامات دخلدار قزاقستان می سپارند. نفران از سوریه آورده شده را از فرودگاه به مکان‌های مخصوص بردند. مقامات گفتند که آنها یک مدت باید دوره ریابیلیتاسیون را سپری کنند. ماه یولی سال 2022 حکومت تاجیکستان الکی 146 شهروند خود را از لاگرهای سوریه به وطن آورده بود. در هر دو مورد برای از سوریه پس آوردن شهروندان تاجیکستان سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده نقش اساسی را بازی کرده بود. در فرودگاه دوشنبه افراد از سوریه برگشته را یک گروه نمایندگان بلندپایه حکومت از جمله معاون سروزیر مطلوب خان ستاریان، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی نصرالدین زاده، وزیر معارف و علم، وکالتدار اوید به حقوق انسان و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. روند برگردانی تاجیکستانیان که در لاگرهای گریزگان عراق و سوریه قرار دارند اینک 3 سال باز ادامه دارد. این روند با مشکلی ولی به هر صورت پیش رفته ایستاده است. به حساب مقامات تاجیکستان در لاگرها و محبس‌های سوریه و عراق حدود 500 تن از زنان و کودکان تاجیک باقی ماندند. آنها اعضای خانواده‌های تاجیکانند که در وقتش به دام فریب مبلغان سازمان‌های جنگجوی مذهبی اساساً به دام داعش افتاده برخی خانه‌خیز به منطقه‌های جنگ‌زده خاورمیانه رفتند. به حساب مقامات تاجیکستان در میانه‌های دهه دوم عصر 21 در سالهای افج تبلیغات امیسرهای سازمان‌های تندرو فعال در خاورمیانه بیش از 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان از جمله 10 نفر آنها خانه‌خیز یعنی همراه با زن و فرزندان و حتی پدر و مادران پیرشان به سوریه و عراق رفته به صف این گروه‌های جنگجو اساساً به صف داعش پیوستند. در جریان سرکوب نیروهای داعش و از دست آنها پس گرفتن قسمت اعظم قلمرو به نام خلافت اسلامی که جنگجویان در سوریه و عراق تأسیس داده بودند، به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 500 نفر از جنگجویان تاجیک کشته شده. قسمت دیگر آنها از خاورمیانه رو به گریز آوردند. به مقامات دیپلماتی تاجیکستان اساساً به سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده میسر شد که سال 2017 89 کودک تاجیک را از عراق و ماه ایول سال 2022 باز 146 زن و کودک تاجیک را از سوریه به وطن برگردانند. ولی در عموم به وطن برگردانیدن بخصوص همسران جنگجویان تاجیک به مشکلی صورت میگیرد، چون که در عراق 10 نفر آنها با جرم مساعدت به فعالیت‌های تروریستی
محکوم به سالهای طولانی زندان و چند زن تاجیک و ازبک حتی محکوم به زندان عمر برد شدند. ماه اپریل سال جاری یک گروه زنان تاجیک در زندان زنانه روسافه در شهر بغداد پایتخت عراق به نشان اعتراض به اتهامات ساخته و مجازات ناعادلانه و با طلب آزادی بلافاصله اعلان گرسنه‌نشینی کرده بودند. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروسیای تاجیکستان روز 22 مای سال 2023 از انجام تفتیش پیشکی و با تصدیق فکر عیبدارکنی برای بررسی به دادگاه سپرده شدن پرونده ضد اسیلوف بیروز رستمویچ استاد کلان شرکت امداد غیرت خبر داد. بیروز اسیلوف بر اساس چند بند کدکس جنایی تاجیکستان به تصرف 616,218 سومونی مبلغ‌های بزرگ به او باور کرده شده تشکیل کارخانه غیر قانونی، ساختکاری حجت‌ها و اجرا نکردن حکم دادگاه عیبدار می شود. مرکز مطبوعات اگنتی بدون ارائه تفصیلات زیاد در شرح این پرونده گفت اسیلوف بیروز رستمویچ در وظیفه استاد کلان شرکت امداد غیرت کار کرده در دوره فعالیت کاریش ضمن اجرای کارهای ساختمانی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 رقم 78 رقم 126 رقم 128 و رقم 129 نویه فردوسی شهر دوشنبه با مقصد تصرف مال و ملک غیر برای ساختکاری مبلغ عمومی 616,218 سومونی را بر زیاد حساب کرده آن را از آن خود کرده است. وابسته به این حالت نسبت اسیلوف بیروز با ماده 245 قسم 3 بند ا 340 قسم 2 بند ا 260 قسم 1 و 363 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز گردیده بعد انجام تفتیش پیشکی آن با تصدیق فکر عیبدارکنی برای ماهیتا بررسی نمودن به سود ارسال کرده شد. تفسیرات دیگر پرونده و نظر نفر عیبدار شونده و نزدیکان او دسترس نیست. این هم معلوم نیست که آیا استاد کلان شرکت ساختمانی امداد غیرت این همه پول را از ساختمان 5 مکتب پایتخت به تنهایی به جیب خود زده است و یا این تصرف مبلغ‌ها با مصلحت پیشکی با مسئولین این مکتب‌ها و رهبران اول شرکت صورت گرفته است. ترمیم مکتب‌ها و دیگر مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان از ساحه‌های از همه فسادزده به شمار می‌رود. معمولا شرکت‌های ساختمانی در اساس مصلحت پیشکی با مسئولین مکتب‌ها و دیگر کارخانه‌های دولتی حجم کارهای انجام شده را چند مراتب زیادتر نشان داده فرق بین مبلغ‌ها را بین خود تقسیم می‌کنند. صبح بر وقت 22 مای سال 2023 ساعت 05:35 دقیقه به وقت محلی بر اثر صدمه در کیلومتر 542 شورای F298 درگچه آذین که در حدود نویه درگچه ولایت ساراتوف روسیه 4 شهروند تاجیکستان جراحت برداشتند. این مهاجر تاجیک به احتمال غالب به طرف مرز روسیه با قزاقستان را سپرده بودند تا که مرز را عبور کرده و دوباره به روسیه برگردند. در اداره گبدد یا پلیس روی ولایت ساراتوف گفتند که صبح بر وقت 22 مای در روی درگچه از اینکه یک ماشین تمغه لادا لارگوس به آهو برخورده است. در نتیجه صدمه ماشین از راه بیرون شده است. آهو جان داده است. خبر داده است گبدد. علی کوستین وزیر تندرستی ولایت ساراتوف در تلگرام کانالش خبر داد که در این صدمه 4 شهروند تاجیکستان سنشان 41 33 27 و 18 ساله جراحت برداشتند. همه آنها را در بیمارستان نویه درگچه بستری کردند و وضع سلامتیشان را طبیبان میانه وزنین ارزیابی میکنند. راههای از این که به یکی از گذرگاه‌های اساسی در مرز روسیه با قزاقستان میبرد. مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان مجبورند که هر سر چند وقت از این مرز عبور کرده باز به روسیه برگردند تا که بود و باش خود را در روسیه باز از صد خط یا از صفر شروع کنند. تقریبا هر ماه درباره درها به طرف مرز روسیه با قزاقستان دچار صدمه شدن مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان خبرها به دست میرسند. تقریبا هر ماه درباره درها به طرف مرز روسیه با قزاقستان دچار صدمه شدن مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان خبرها به دست میرسند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در روزهای اخیر استراحت در 3 صدمه در راههای جمهوری با 3 نفر از جمله 2 کودک 7 ساله و 1 جوانزن 31 ساله جان باختند. از جمله نیمه دوم روز 19 مای سال 2023 تخمینا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز بایماتوف
عبدالعزیز سال تولدش 1995 ساکن نوئسپیتامین هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد خوجند استرافشان در حدود جماعت دیوت خلقانداز نویه رسولوف با ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده قربانوف رستم سال تولدش 2002 ساکن شهر وحدت که به طرف چپ رو گردش میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین مرسدس بنز سالیووا دلبر سال تولدش 1992 ساکن شهر وحدت جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر این ماشین عبدالخواجه و یلدوز سال تولدش 1998 ساکن شهر وحدت با جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. 20 ماه سال 2023 تخمینا ساعت‌های 15:20 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز شریپوف علیشیر سال تولدش 1995 ساکن نویه ووسه هنگام حرکت در شوروی ماشینگرد دوشنبه کولوب خاروق کلمه در 160 کیلومتر در سمت شهر کولوب به سمت نویه ووسه در حدود دهه ووسه عبود کلون از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خرسال رحمتوف اسلام جان سال تولدش 2016 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال رحمتوف در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. شام 20 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 19:40 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز تاج مرادوف یعقوب جان سال تولدش 1994 ساکن شهر بختر هنگام حرکت از سمت محله اشتم به محله هفتم نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگردان نابالغ امین اصلدین سال تولدش 2016 و نظرزاده مصطفی سال تولدش 2013 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغان امین اصلدین و مصطفی حسن جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند ولی متاسفانه اصلدین 7 ساله در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می‌روند. بنا به آمار وزارت کارهای داخله سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله تاجیکستان خبر داد که دو ساکن حصار و یک نورس از دوشنبه را در کوچه جبا رسولوف پایتخت لطوکوب کردند. بنا به اطلاع رسمی به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه سینو با عریضه مرد 27 ساله ساکن شهر حصار مراجعت نموده است که 19 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 15:30 هنگام در کوچه جبا رسولوف با همراهی رفیقش مرد 26 ساله ساکن شهر حصار و نابالغ 17 ساله ساکن پایتخت قرار داشتنشان مردان 40 36 و 34 ساله ساکنان نویه حمدانی و شهر دوشنبه از احساسات افباشه به یگان اساس آنها را دشنام‌های خبی داده لطوکوب کردند. این چنین مرد 36 ساله با استفاده از کارد شکاری به آنها حمله نموده به سر یکی از آنها یک مرتبه زده با کارد چرخ автомашین تمغه مرسدس اسپرینتر را زده سوراخ نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه به جبر دیده ضرر جسمانی و مادی رسانیدند. تفصیلات دیگر حادثه و سبب مناقشه گفته نشده است. وزارت کارهای داخله گفت که اوید به حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.